بپیوندن بهمون. بنابراین که بودنمون یادی از اوست. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزانی که الان به تماشای این برنامه نشستیم. برنامه‌ای که خیلی ها میگفتن که بعیده تو ایران برگزار بشه. حتی همایشایی که من شاید 10 سال پیش برگزار کردم، خیلی از دوستام، اساتیدی که شما هم میشناسینشون، زنگ زده بودن به من: شهرام اینا چیه داری میگی؟ آی علم میکنن بل میکنن. گفتم بابا داریم آسیب میبینیم، قطعا باید تو این زمینه وارد شیم. یکی بالاخره باید شروع کنه این حرفا رو زدن دیگه. 10 سال پیش من شروع کردم روابط خاص زناشویی رو همایش برگزار کردن. حتی پستایی که توی پیجم گذاشتم، بعضیا اومدن گفتن یعنی همچین همایشی تو ایران برگزار شده بوده؟ بله، تو ایران برگزار شده بود. از 10 سال پیش من شروع کردم تو این زمینه صحبت کردم و بعد راهکارهایی هم آموزش میدادم. اما بعد یواش یواش قطع کردم نه برای اینکه ترسیدم یا اینکه نه، فقط برای اینکه گفتم من ترجیح میدم تو این زمینه وارد نشم. اساتید زیادی هستن بیان تو این زمینه و شروع کنن صحبت کردن. اما بعد از یه مدت دیدم نه، صحبت‌ها تقریبا حول و حوش همون صحبت‌هاییه که من همه شما برگزار کردم. یعنی صحبت‌ها همچنان همون صحبت‌هاست، داره هی ادامه پیدا میکنه. برام احساس کردم مجدداً یه تابو شکنی دیگه لازم داره تا یه ذره بازتر بتونیم صحبت کنیم. آسیب هامون کاملا جدیه، کاملا جدی. رفتم تحقیق کردم، برای همین گفتم یه لایو بذارم تو این زمینه و یه دوره هم برگزار کنم و کاملا باز راجبش صحبت کنم. رفتم تحقیق کردم. میدونیم ما فرهنگ چند هزار ساله داریم؟ واقعا فکر میکنیم فرهنگ ما چند هزار ساله؟ 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال. بعضیا میگن زمان مادها رو هم حساب کنیم 7000 سال ما فرهنگ داریم. حالا همون 3000 سال قبول، ما 3000 سال فرهنگ داریم و هنوز نمیدونیم راجع به مسائل جنسی بازم حرف بزنیم یا نزنیم. واقعا آبروریزیه. اون وقت کشورهایی که 200 سال 300 سال اصلا به وجود اومدن این مسائل رو دارن حل میکنن. بچهای ما میخوان ازدواج کنن، چی کار باید بکنن؟ کی قراره آموزش مسائل جنسی رو به عهده بگیره؟ واقعا کی قراره شروع کنه آموزش دادن؟ برای همین به نظر من الان دیگه موقعشه که واقعا اساتید بسیار خوبی داریم تو این زمینه شروع کنن صحبت کردن. من رفتم تحقیق کردم، گفتم خب یه سری قبایل تو فلان جای هند دارن زندگی میکنن، تو استرالیا یه قبیله وسط جنگل داره زندگی میکنه. خب این قبیله چیکار میکنه؟ آموزش و مسائل جنسی رو واقعا چیکار میکنه؟ چجوری به بچه‌هاشون یاد میدن؟ رفتم تحقیق کردم. بعد تو تحقیقاتم دیدم قبایلی هستن که اینا رو دارن آموزش میدن. بابا یه قبیله وسط جنگل از فرهنگ بدور فهمیده که باید این آموزش داده بشه. مثال میزنم واسهتون. یه قبیله‌ای بود که اومدن، راهکارشون چیه؟ راهکارشون اینه که بچه پسرای 13 سال، 14 سال، 15 سال تو این رنج سنی، پسرای تو این رنج سنی شروع میکنن رابطه جنسی برقرار کردن با خانمای مسن قبیله. یعنی پیرزنهایی که شوهرشون از دست دادن به هر دلیلی، خلاصه پیرزنهایی که کسی رو ندارن که باهاش زندگی کنن، اینا با پسرای جوان قبیله رابطه جنسی برقرار میکنن. اما چیکار میکنن؟ تو این رابطه ترفندهایی رو به این پسرها یاد میدن که اینا بعداً بتونن روابط بهتری داشته باشن. پس بابا یه قبیله دور افتاده این راهکار رو پیدا کرده. من نمیگم تو ایران این کارو بکنیم ما، اما بعد بنده خدا پیرزنه، همسرش هم خیلی سال از دست داده، شاید بعدش نمیومد اگه یکی بود یه رابطه‌ای برقرار میکرد. به هر حال تو یه قبیله این کارو کردن. برام جالب بود، گفتم براتون بگم. یه قبیله دیگه چی کار کردن؟ تو یه قبیله دیگه تو این تحقیقاتی که داشتم میکردم یه چیز جالب بود. تو یه قبیله‌ای بود، بعد این قبیله سالی یه روز جشن وارد داشت. این سالی یه روز جشنه چی بود؟ همه آقایون وای میسادن، خانمای قبیله میومدن یه نفر رو انتخاب میکردن. وقتی اون آدم رو انتخاب میکردن 1 سال با این آدم زندگی میکردن. خوب دقت کنین، 1 سال زندگی میکردن، سال دیگه جشنواره تکرار میشد، اون وقت خانوما دوباره یکی دیگه رو میتونستن انتخاب کنن یا اینکه نه همون آدم رو انتخاب کنن. پس سالی 1 بار خانوما اجازه داشتن یه شوهر دیگه انتخاب کنن.
جالب بود برای من. پیش خودم گفتم اگه یه همچین جشنواره‌ای تو ایران بود، چند نفر از خانوما شوهر خودشون رو برای سال جدید تمدید میکردن؟ واقعا فکر میکنین چند نفر؟ یعنی آقایون وای میسادن، خانم میمد انتخاب میکرد. اگه میخواست بر اساس هیکل انتخاب کنه، خب میگفت یه خوش هیکل‌ترش رو این دفعه برمیدارم. اگه میخواست بر اساس قیافه انتخاب کنه، یه خوش قیافه ترش رو انتخاب میکرد. پس بر اساس چی انتخاب میکنه؟ بر اساس اینکه تو این 1 سال با من چی کار کردی، چه بلایی سرم آوردی. اگه عاشقانه با هم زندگی کردی، خب احتمالا سال بعد همون رو انتخاب میکنه و به محض اینکه ببینه نه این آدم دیگه اون آدم قبلیه نیست، بهش میگه، التیماتوم میده، حواست باشه تو جشنواره عوضت میکنم یعنی خیلی راحت اینا تغییر میدن همسرشونو. خلاصه برای من جالب بود، گفتم براتون بگم که شما هم بدونین یه همچین کارهایی هم هست. یه چیز خیلی جالب دیگه هم بود. یه قبیله‌ای بود که اولین رابطه جنسی جلوی مادر زن انجام میشه. برای من جالب بود. چرا جلو مادر زن؟ یعنی کی نشسته این طرحو داده که اولین رابطه جنسی جلوی مادر زن انجام بشه؟ چرا مادر زن؟ که مادر زن هدایت کنه، بگه پسرم آروم باش، صبر کن، اول باید نوازش بدی، دخترشه، الان چه بلایی میخواد سر دخترش بیاره. پس شروع میکنه این نوازش ها رو یاد دادن. پس یه قبیله هم راهکارش این بود. بعد پیش خودم گفتم چرا این کارو نکردن؟ مثلا اگه ایران بود، ما میگفتیم اولین رابطه جنسی جلوی مادر شوهر انجام بشه، چه اتفاقی میافتاد؟ مادر شوهر رو میشستن، برو تندتر، فشار بده، محکمتر، پدر دختره رو در میآوردن. مادر شوهر فقط فکر پسرش بود، خب معلومه آسیب میدید. برای همین به این فکر افتادم که راست میگن، اولین رابطه جنسی باید جلوی مادر زن انجام بشه که فشار زیادی نیارن، طرف همون شب اول ناکات نشه، بتونه سالها دوام بیاره. کاغذ خودکارا رو گفتم آماده کنیم، میخوام ازتون یه تست بگیرم. همه آماده این؟ زیاد نمیتونم طولش بدم چون لایومون تموم میشه، فرصت ها رو از دست میدیم. سوال اول، آیا از سایت ها یا شبکه های با محتوای جنسی استفاده میکنید یا نه؟ به این سوال 0 تا 10 نمره میدین. اگه میگین بله استفاده میکنم، یعنی تو موبایلم 1-2 تا از این سایت ها رو دارم و میرم میبینم، نمره میدین 0 تا 10. اونایی که میگن بله زیاد استفاده میکنم، نمره بالا میدن 7 8 9 10. اونایی که میگن نه زیاد استفاده نمیکنم، نمره پایینتر میدن. اونایی که میگن اصلا استفاده نمیکنم 0 1 سو 4 5 6. اوکی؟ پس طریقه سوال، تست من اینجوریه، سوالو من میخونم 0 تا 10 نمره میدین. اگه سوالی که خوندم برای شما اینجوری هست، نمره بالا میدین. اگه میگین نه، نمره پایین میدین. سوالو نمیتونم تکرار کنم، وقت نداریم. سوال 1، همون سوالی قبلا گفتم و دوباره تکرار کردم. سوال 1، آیا از سایت ها و شبکه های دارای محتوای جنسی استفاده میکنید یا نه؟ 0 تا 10 نمره میدین. اونایی که میگن بله زیاد استفاده میکنم، به 10 نزدیکتره نمرتون. اونایی که میگن نه خیلی کم استفاده میکنن، نمرتون به 0 نزدیکتره. سوال 2، چند بار در ماه مشتاق رابطه جنسی هستید؟ چقدر دوست دارید رابطه جنسی داشته باشین تو ماه؟ اونایی که میگن هفته 1 بار رابطه داشته باشم، تو ماه میشه 4 بار. پس عدد 4 رو میدین به خودتون. اونایی که میگن هفته 2 بار میخوام رابطه داشته باشم، یعنی 8 بار، عدد 8 رو میدین. اونایی که میگن 3 بار میخوام رابطه داشته باشم، 10 بالاتر نداریم، همون 10 رو به خودتون میدین. پس اگه میگین نه هفته 1 بار زیاده، ماهی یه دونه، 1 به خودتون بدین. اونایی که میگن نه هفته 2 بار، عددشون 8 میشه، چون 4 هفته تو ماه داریم، 4 هفته حساب کنین. و اونایی که میگن 3 بار، گفتم 10 میدین به خودتون. سوال 3، از فانتزی‌های جنسی لذت میبرید؟ بعضیا میگن فانتزی جنسی اصلا چیه؟ فانتزی جنسی بازی‌های جنسیه که قبل از رابطه جنسی یا در طول رابطه جنسی یا بعد از رابطه جنسی پیاده میکنین. مرده میگه من دوست دارم این کارو بکنی، خب این کار رو انجام میده، اینا فانتزیه. خانومه میگه من دوست دارم این کار بکنم. مثلا یه فانتزی جنسی یه آقای این بود که من دوست دارم امشب با یه پرستاره رابطه جنسی داشته باشم. خانومش میرفت لباس پرستاری میپوشید، میومد رابطه برقرار میکردن.
هفته بعد شوهر میگه الان دوست دارم با یه خلبانه رابطه داشته باشم. خانومه میرفت لباس خلبانی میپوشید، میومد که رابطه برقرار کنه. بعضیا میگن حتما خانومه فقط باید به لباس عوض کنه. نه، خانومه هم میتونه بگه امشب میخوام با یه قصاب رابطه داشته باشم. مرد میره سیبیلای اونچنانی بذاره با خودش، یه ساتور برداره بیاد جلو، آی بیا بینم، بعد بره رابطهش برقرار کنه. به اینا میگن فانتزی جنسی. یه قبیله‌ای بود، این قبیله یه فانتزی جالب داشت. فانتزیشون چی بود؟ اینکه رو آلت تناسلیشون اسم میذاشتن. این یه فانتزی جنسیه که پخش شد تو دنیا. الان جزء فانتزی جنسی همه هم دارن استفاده میکنن. حتی ایران هم خیلی این فانتزی جنسی رو بلدن، رو آلت تناسلیشون اسم میذارن. خیلی ها اسم آلت خودشون رو اسم خودشون میگیرن، یه کوچولو میذارن پشتش. مثلا طرف اسمش رضاست، میگه به این بگو رضا کوچولو. خانم هم مثلا میگه به این میگو قار من، شوهره میگه قار من، اون میگه رضا کوچولو. خلاصه با هم دیگه حرف میزنن. اینا فانتزی جنسیه. یه آقایی بود فانتزی جنسی اسم آلتش رو گذاشته بود وروجک. بعد به خانمش میگفت وروجک میخواد بپر کنه. مثلا کسی نمیفهمید، مثلا دیگه بعضی وقتا هم خانمه میگفت خودتون دوتایی بریم با هم دیگه بپر کنیم، مثلا حوصله‌شو ندارم. خلاصه فانتزی جنسی یعنی همچین چیزایی. برید یه فانتزی جنسی. حالا بعضیا میگن بله من فانتزی جنسی دوست دارم. پس سوالم این بود که چقدر از فانتزی‌های جنسی لذت میبرید یا نه؟ آیا از فانتزی‌های جنسی استفاده میکنید یا نه؟ اونایی که میگن بله استفاده میکنم نمره بالا میدین. اونایی که میگن نه اصلا استفاده نمیکنم نمره پایین میدین. سوال 4، از لحاظ جنسی به آسونی تحریک میشید؟ اگه میگین بله به آسونی تحریک میشم نمره بالا میدین. تحریک میشین یعنی چی؟ یعنی آقای میگه میخوایم رابطه برقرار کنیم، خانمم پامش جلوم راه میره، من تحریک میشم، من آماده رابطم. اونایی که میگن نه یه رو به خانمم باید با هم ور بره، هی با یه جام بازی کنه تا من آماده رابطه جنسی بشم، اینا نمره پایین میدن. پس اونایی که به آسونی تحریک میشن نمره بالا به خودشون میدن. نمره بالا هم گفتم تا 10 دیگه، پس نمره بالا میدن. سوال 5، اگه امکان داشت دوباره به دنیا بیایید، آیا جنسیت خودتون رو انتخاب میکردین یا جنس مخالف رو؟ اونایی که میگن جنس مخالف انتخاب میکردم، یعنی این دوره زندگی مرد بودم، حالا دوباره میخوام به دنیا بیام، این دفعه میخوام به عنوان زن بیام ببینم چه جوریه، اینا به خودشون 3 میدن، فقط 3. اونایی که میگن نه من جنسیت خودم رو انتخاب میکردم، اینا به خودشون 7 بدن. پس این سوال یا جواب 3 یا 7. اونایی که میگن بله جنسیت خودم رو انتخاب میکردم نمره 7 به خودشون میدن. اونایی که میگن نه جنس مخالف انتخاب میکردم نمره 3 میدن به خودشون. سوال 6، آیا فقط فکر کردن به رابطه با همسرتون میتونه شما رو تحریک کنه؟ 0 تا 10 نمره میدین. اونایی که میگن بله فقط فکر کردن بهش تحریک میکنم نمره بالا میدم. چرا من میگم همسرتون؟ چرا نمیگم شریک جنسیتون؟ من بیشتر میخوام آموزش بدم تا شما یاد بگیرین سکس بهتری با همسرتون داشته باشین. من نمیخوام یادتون بدم را بیاتین تو خیابون همجور آدمای مختلف پیدا کنین برین سکس برقرار کنین، چون مثلا اینو قبول ندارم. سکس های متنوع من اینو قبول ندارم. ترجیح میدم یه آدم باشه تا بتونین عشق رو باهاش تجربه کنین. سکس بدون عشق اونقدر ارزش نداره، ولی سکس همراه با عشق بسیار لذت بخشه. اینکه خودت رو در اختیار عشقت قرار میدی، اینه که ارزشمنده، اینه که شما رو میتونه متعالی کنه، اینه که رشد شخصیتی برای شما ایجاد میکنه. پس من از کلمه همسر استفاده میکنم. شما هرچی دوست داری میتونی جاش بذاری. میخوای پارتنر جنسی انتخاب کنی، پارتنر جنسی. من از کلمه همسر استفاده میکنم. پس تمام اون چیزایی که من دارم یادتون میدم برای اینه که شما رابطتون با همسرتون بهتر بشه. شما با اونای دیگه میخواین رابطه این موارد رو استفاده کنین، برین استفاده کنین، ولی غلط. پس آیا فکر کردن به رابطه با همسرت میتونه تو رو تحریک کنه؟ اگه میگیم بله نمره بالا میدی. اگه میگی نه تحریک نمیشم نمره پایین میدی به خودت. چقدر در مورد رابطه جنسی رویا پردازی میکنین؟ اینجا نمیگم حتما همسرتون،
فقط رویا پردازی. ممکنه بعضی وقتا بگه آره همسرم، ولی میخوام رویا پردازی کنم باش این مدلی رابطه برقرار کنم. رابطه نداشتین ها، دارین فکر میکنین که رابطه داشته باشین. آیا این کارو میکنین؟ خلاصه به رویا پردازی جنسیتون نمره بدین. اونایی که رویا پردازی زیاد دارن نمره بالا میدین، اونایی که رویا پردازی نمیکنن نمره پایین بدین به خودتون. سوال 8: آیا تو طول رابطه جنسی به اوج لذت میرسین؟ بعضیا میگن نه نمیرسم، اینا نمره پایین بدن. بعضیا میگن ای هر از گاهی میرسم هر از گاهی نمیرسم، اینا نمره وسط بدن، 4 5 6. اونایی که میگن بله اکثر مواقع به اوج لذت میرسم، نمرتون میشه 7 8. اونایی که میگن همیشه به اوج لذت میرسم، نمرش میشه 9 10. سوال 9: در طول رابطه دوست دارید از چند پوزیشن استفاده کنین یا نه یه پوزیشن انتخاب میکنین، رابطه رو شروع میکنین، تموم میشه؟ بعضیا میگن بابا آقای اسلامی مال ما رابطمون 2 دقیقه است، پوزیشن عوض کنیم کارمون تمومه. خب برای همین میخوام یادتون بدم دیگه که بتونین زمان رابطه رو یه ذره بالا ببرین. پس اگه از چند پوزیشن استفاده میکنین نمره بالاتر میدین. به هر پوزیشن 3 نمره میدین. یعنی میگین فقط از یه پوزیشن استفاده میکنم نمرتون میشه 3. اگه تو طول رابطه 2 پوزیشن استفاده میکنین نمرتون میشه 6. هر پوزیشن 3 نمره. اگه از 3 پوزیشن استفاده میکنین نمرتون میشه 9. اونایی که میگن نه چند مدل پوزیشن استفاده میکنیم، همون 10 دیگه بالاتر نداریم، همون 10 بستتونه، خلاصه 10 میدیم بهتون. پس اونایی که از چند پوزیشن استفاده میکنن نمره بالاتر میگیرن. یه پوزیشن نمرش 3، 2 پوزیشن نمرش 6، 3 پوزیشن نمرش 9. بعضیا ممکنه بگن پوزیشن چی هستن؟ شما عزیز من گاگولی، اصلا لازم نیست تو این بشینی لایو رو نگاه کنی، فعلا برو خیلی چیزایی دیگه باید یاد بگیری، بعد بیا بشین لایو رو نگاه کن. خلاصه انتظار دارم دیگه اینا رو بدونین. من که تو لایو دیگه نباید پوزیشن بگم، پوزیشن رو تو کلاسام توضیح میدم، تو لایو اینا رو نمیگم. سوال 10: بعد از هر رابطه جنسی آیا بازم تمایل داری بازم رابطه برقرار کنی؟ یعنی رابطه جنسی تو برقرار کردی یا تموم شده، 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد همچین دوست داری یه بار دیگه هم رابطه برقرار کنی؟ اونایی که میگن بله نمره بالا میدن. اوکی؟ 10 تا سوال ازتون پرسیدم، نمره دادید. اونایی که دیر اومدن تو لایو دیگه خب سوالای قبلو ندارین، تکرارم نمیتونم بکنم چون میخوام چیزای دیگر رو یاد بدم. برای همین فقط تو کفش بمونین که نتونستین این تست رو کامل انجام بدین. جمع بزنین عددی که دارین. 10 تا عدد دارین، 0 تا 10 نمره دادین. جمع بزنین. یه عدد به دست میاد. جمع زدین. میدونین این عدد یعنی چی؟ این عدد درصد هات بودن شما تو رابطه جنسیه. اونایی که نمرشون بالاست اینا هاتن دیگه. اینی که نمرشون پایینه نه، اینا آسیب داره رابطه جنسیشون. خوب دقت کن. حالا نمره بالا یعنی چی؟ اگه نمرت 70 به بالاست دیگه پیستون میسوزونی یا تاقان میزنی، شمعت لک میزنه. چی میگن؟ ماشینی من بگم اینجوری بهتره. دیدی شمع خال میزنه؟ خلاصه اگه نمرت 70 به بالاست یعنی پدر حساب بچه رو در میاری، ولی به هر حال کارش نمیشه کرد، هاتی دیگه. به همسرت هم میگی من هاتم. اگه احساس میکنی نمرت بالا بود، ازدواج نکردی، حتما با اونی که میخوای ازدواج کنی بگو من کلا تو رابطه جنسی هاتم. خیلی وقتا اون خانم هم میگه منم هاتم، اما بعد تو رابطه میگه تو دیگه داغ کردی، تو جوش آوردی، هات نیستی دیگه. خلاصش 70 به بالاها واقعا هات محسوب میشه. 50 تا 70 استاندارد، یعنی هات نیستین، استانداردین. اما استاندارد ایران نیست، استاندارد اروپاست. 50 تا 70 استاندارد محسوب میشه. ایران استرس زندگی بالاتره. شب میخوابی، صبح پا میشی میبینی قیمتا یه ذره رفت بالا، نتیجهش اینه که نعوذ تو یه ذره میاد پایین. دوباره فردا شب میخوابی، صبح پا میشی میبینی یه اتفاق بزرگ افتاده، اجاره این ماه تو نمیتونی بدی، یعنی نعوذت دوباره یه ذره میاد پایینتر. پس استاندارد ایران رو من عددش رو یه ذره پایینتر از اروپا میگیرم. خلاصه 50 تا 70 اگه استاندارد اروپاست، 50 هم باشین استاندارد ایران خوبه. خلاصه حله.
پس 50 عدد مناسبیه. زیر 50 یعنی شما تمایلی به رابطه جنسی نداری، یعنی انگیزت برای رابطه جنسی اونقدر بالا نیست. یه تست دیگه دارم که میتونم بگیرم ازتون، ولی وقت نمیکنیم تست رو بگیرم، که اون وقت طلاق جنسیت رو اندازه میگیره. اگه طلاق جنسیت رو هم اندازه بگیرم، بعد ببینم طلاق جنسیت چقدره، با میزان هات بودن تو مقایسه کنیم، اون وقت خیلی راحت میتونم بهتون درصد خیانت بدم که چقدر احتمال داره خیانت کشیده بشه، چقدر احتمال داره این رابطه به طلاق کشیده بشه. طلاق جنسی، نگفتم طلاق عاطفی ها. طلاق عاطفی که رو شاخ خیلی هست، اصلا خیلی ها دارن میرن به سمت طلاق عاطفی. بعضی ها میگن طلاق جنسی قبل از طلاق عاطفیه، یعنی آدم ها اول طلاق جنسی برقرار میکنن، یعنی رابطه جنسی ندارن. آدمایی هستن به من زنگ میزنن میگه 3 ساله داریم با هم زندگی میکنیم و اصلا با هم دیگه رابطه نداشتیم. 3 سال رابطه ندارن، البته نه اینکه تازه ازدواج کردن، قبلا میگه رابطه داشتیم ولی الان 3 ساله دیگه رابطه نداریم. یه جای کار غلطه دیگه. آیا این که ما با هم رابطه نداریم میتونیم با هم زندگی کنیم؟ بله، همونطور که با خواهرت هم میتونی زندگی کنی. با خواهرت که رابطه نداری، خب یه خواهر برادرم توی یه خونه میتونن زندگی کنن، تا آخر عمرشون هم زندگی میکنن، صمیمیت عاطفی هم دارن، همدیگر هم خیلی دوست دارن، جونشون هم برای همدیگه میدن، هیچ اشکال نداره، اما رابطه جنسی ندارن. حالا زن و شوهری که طلاق جنسی گرفته باشن و رابطه جنسی با هم نداشته باشن، نتیجهش اینه که اون آدم ممکنه به انحراف کشیده بشه، میره با یکی دیگه رابطه جنسی برقرار میکنه، مثل همون خواهر برادره که جونشون برای هم دیگه میره، تو یه خونه هم زندگی میکنن، صمیمیت عاطفی عالی هم دارن، ولی هر کدوم جدا میپرن، یواشکی میرن برای خودشون رابطهشون برقرار میکنن، میان خونه. خب اون نوعی زن و شوهرایی هم که این طلاق جنسی رو گرفتن، آسیباشون خیلی جدیه. پس هات بودن تو اندازه گرفتم، ولی طلاق جنسیت رو نمیرسم اندازه بگیرم. میخوام مسائل دیگه رو براتون توضیح بدم. گفتم اگه هات بودنت عددش 50 هم باشه کافیه. اگه عدد 40 هم باشه میگیم استرسش زیاده، حجم کاریت بالاست، کار استرس‌زا زیاد داری. مطمئن باش استرس تو رابطه جنسی تاثیر گذاره. خیلی ها میگن آقا اسلامی شوهرمون شب میفته، اصلا نمیتونه رابطه برقرار کنه، بالا استرس زیاده. اما بعضی از همینا که استرسشون زیاده یه جایی دیگه میتونن رابطه رو برقرار کنن، اینم یعنی آسیب. خوب دقت کنید، من نمیگم نه داره خیانت میکنه یه جایی دیگه رابطه برقرار میکنه، اینو نمیگم. میگم اونی که با همسر خودش نتونه رابطه جنسی برقرار کنه، ممکنه با یکی دیگه بتونه رابطه برقرار کنه. اینو نگفتم بره امتحان کنه، بگه ای خب پس برام امتحان کنم ببینم با یکی دیگه میتونم یا نه، ولی ممکنه بتونه. حالا چرا؟ اینا آسیب‌های مختلفی داره که تک تک اینو باید رسیدگی بشه و برطرف بشه. اونایی که طلاق جنسی دارن، اونایی که عدد هات بودنتون زیر 30، اگه عددتون زیر 30 یعنی احتمال طلاق جنسیتون بالاست، یعنی یه جای کار غلطه. یه موقعی تو میگه عدد من زیر 30، عدد همسرم هم زیر 30، خب دوتایی با هم دیگه راهین انجام میدین دیگه، ما یه دفعه رابطه برقرار میکنین، دوتاتون هم راضین، خب مشکل نداره، طلاق عاطفی آسیب نمیبینه. اما اگه عدد تو زیر 30 ولی همسرت هاته، یعنی نمیتونین با هم دیگه اینجوری ادامه بدین، قطعا باید برنامه ریزی کنین. حالا چرا نمیخوای، انگیزه نداری، اینا هر کدوم دلایل خاص خودش رو داره که قطعا باید اینا برطرف بشه. بعضی وقتا یه عده میگن خونمون کوچیکه. خب خونه خیلی ها کوچیکه. یعنی چی خونمون کوچیکه؟ یعنی بچه ها هستن، یه دونه اتاق داریم، هممون تو این اتاق داریم زندگی میکنیم، خب نمیتونیم اون رابطه‌ای که دلمون میخواد برقرار کنیم. خوب دقت کنین، راهکار، هفته یه بار بچه‌ها رو برمی‌داریم میبریم پیش مادر خودت یا مادر همسرت. هر کدوم از مادر بزرگ پدر بزرگا عالی بچه رو نگه میدارن، میبرین پیش اونا میذارین، خودتون میرین برمیگردین خونه، لخت و اور میشین، دنبال هم دیگه میدوین، میشه فانتزی جنسی. میگه اگه گرفتمت باد این کارو میکنم، پس لخت و اور فرار میکنه. یه عده میگن لخت و اور میشیم، بعد میره قایم میشه، بعد بره قایم بشه، بعد برو پیداش کن دیگه، بعد برو سوک نداریم، پیداش کردی فرار کنی بیای سوک یه جای دیگه است، پیداش کردی فوری سوک میکنی. اما واقعا رابطه جنسی رو فوری باید برقرار کنیم؟ نه. من راهکار دادم برای اونایی که خونهشون کوچیکه. بعضیا میگن
استرس اون بالاست. بعضیا میگن وقت نداریم. اونا که میگن وقت نداریم یعنی برنامه ریزی نداریم. حواستون باشه اگه نتونین درست برنامه ریزی کنین یعنی وقتاتون رو دارین به بتالت میگذرونین. یه برنامه صحیح میتونه وقت نداشتن رو جبران کنه. بی‌انگیزگی، همه اینا هم هست. سن میتونه تاثیرگذار باشه. قطعا کسایی که تازه ازدواج کردن دفعات سکسشون بالاتر از کساییه که چند سال از ازدواجشون میگذره. این کاملا طبیعیه، سرد شدن نیست. فکر نکنی نه ما تازه ازدواج کرده بودیم خیلی با هم رابطه داشتیم ولی الان چند وقتیه که خیلی کمتر شده. این کاملا طبیعیه. پس اینا سرد شدن تو رابطه نیست. بعضیا میگن کسی قدم پیش نمیذاره، یعنی دوتاشون دراز میکشن پیش هم دیگه بعد منتظرن یکی بیاد باهاشون رابطه برقرار کنه. خب اینجوری که نمیشه که، یک کدومتون باید شروع کنه دیگه. بعضیا میگن نه شروع کننده من بودم، من همیشه پیشنهاد میدادم، پیش قدم میشدم برای رابطه. انقدر همسرم گفت نه حالشو ندارم، حوصله ندارم، یواش یواش اعتماد به نفسشو از دست میده. یواش یواش میگه اگه من بیام پیش قدم بشم دوباره میخواد بگه نه، پس همون بهتر نمیگم، پشتشو میکنه میخوابه. بعضی وقتا این پیش قدم نمیشه، اون یکی میاد همسره میاد پیش قدم میشه، بعد این میخواد لجشو در بیاره. منظورش اینه که یادته اون موقع من میخواستم رابطه برقرار کنم نذاشتی، حالا منم نمیخوام، نه حوصله ندارم. چرا بر علیه خودت داری یه کاری میکنی؟ یه موقعی تو پیش قدم شدی اون گفت نه، الان که اون میگه بیا رابطه برقرار کنیم دیگه، برای چی میخوای کنسل کنی؟ خب رابطه تو برقرار کن. خلاصه پس این پیش قدم شدنم برطرف میشه. یه سوال خیلی اساسی دارم. سکس یه رابطه جسمیه یا یه رابطه ذهنیه؟ کدومش؟ یه ذره بهش فکر کنیم. بعضیا میگن هر دوش، بعضیا میگن جسمیه، بابا آلت تناسلی درگیر میشه دیگه پس جسمیه. بعضیا میگن ذهنیه. یه سوال برای اینکه بتونیم به جواب کامل برسیم، آیا میشه ما سکس ذهنی انجام بدیم؟ یعنی جسم به هیچ وجه درگیر نشه، فقط ذهن وارد درگیر سکس بشه. آیا میشه این کارو بکنین؟ میتونین تو ذهنتون سکس کنین؟ میدونین سکس ذهنی اصلا داریم؟ میدونین زنای ذهنی داریم؟ زنای ذهنی یعنی آدم تو ذهنش یکی دیگر رو تصور میکنه و احساس میکنه داره با اون رابطه برقرار میکنه. اما نمیشه زنای ذهنی رو ثابت کرد. چرا؟ چون اون طرف نمیاد بگه آره اون خانواده بود تو خیابون اونجا دیدم چقدر خانم خوشگل بود، الان دارم به اون فکر میکنم، بعد با همسرش داره رابطه جنسی برقرار میکنه، تو ذهنش اونو مجسم میکنه. همچین چیزی هم هیچ وقت نمیگه. اگه میگفت میتونستن یه عالمه از اساتید این کارها حتی حکم شرعیش هم بگن زنای ذهنی انجام دادی 84 ضربه شلاق تو ذهنت میزنیم. نمیدونم من، شاید حکمش رو میتونستم بدن، ولی چون نمیشه ثابت کرد، خود طرفم نمیگه همچین کاری کرده، پس معمولا با زنای ذهنی هیچ کاری نداریم که یکی از آسیب‌های بسیار جدی تو صمیمیت عاطفیه. اینا چیزایی که باید باز کنیم، راجبش صحبت کنیم و آدما بدونن. خانمه میگه شوهرم به من میگه تو اسم خواهرتو بیار، تو مثل خواهرت حرف بزن. خواهر صداش نازک بود، به خانمش میگفت تو صداتو نازک کن. من میخوام رابطه برقرار کنم، فکر میکنم دارم با خواهرت رابطه برقرار میکنم. بابا این زنای ذهنیه، غلطه تو رابطه. و خیلی از خانم‌ها این کارو میکنن. میگه خب چه اشکالی داره، منم دیگه، فکر نمیکنه خواهرم هم که. بابا 4 دفعه این کارو کردی، رفتی خونه مادرت، اینا خواهرتو نگاه کرد، این پیش خودش احساس میکنه 3 بار با این رابطه داشتم. شنیدی میگن قبح گناه از بین میره؟ یواش یواش قبح گناه از بین میره، یواش یواش پرروتر میشه، اعتماد به نفسش برای پیشنهاد دادن بالا میره. کی این کارو کرد؟ تو این کارو کردی که حاضر شدی به جای خواهرت این نقشو بازی کنی. یه وقت میگه نقش خلبانو بازی کن، اشکال نداره. اون وقت میگه خب سوار هواپیما شدیم، شوهرم داره خلبانا رو یه اینجوری نگاه میکنه، اشکال نداره. تو ایران اکثر خلبانا مردن، بعضی وقتا هم خلبانا رو نگاه میکنه هیکل اینجوری، میگه نه اون بهتر پیش این نبودم، برم سر جام بشینم. نگران نباشین چیزا رو، اون فانتزی جنسیه. ولی وقتی کسی که تو فامیلتونه، کسی که میشناسین میگه اسمشو بیارم، این اشکال داره. یه وقت میگه اسم آنجلینا جولی رو میارم، تو ادای اونو در بیار، اشکال نداره، بازم جزء فانتزی جنسیه. میگه خب آقا اسم فیلمشو نگاه میکنه تو تلویزیون، بازم فانتزی جنسی، اشکال نداره، چون عمرن بتونه آنجلینا رو گیر بیاره بخواد بره باش رابطه برقرار کنه. پس اجازه بده. فعلا که آنجلینا دستش نمیرسه، منم بهش میگی منم دیگه، همینه که هست، باید بسازی هم نه، تو از آنجلینا بالاتری،
برای همین برو نشون بده که تو رابطه چه کارها از دستت برمیاد که آنجلینیا به فکرش هم نمیرسید. خلاصش پس اونا فانتزی جنسیه، ولی کسی که میشناسین کاملا غلط، زنای ذهنیه. پس منظورم این بود، آیا میتونه تو ذهنش رابطه جنسی برقرار کنه؟ گفتیم بله. پس ذهن توی رابطه جنسی قطعا دخالت داره. حالا یه سوال دارم، طرف تو ذهنش اصلا سکس چت میکنه. سکس چت چیه؟ طرف که نیستش، نشسته پای موبایلش، اونم اونجا نشسته، اون اونجا داره لخت میشه، اینم اینجا داره لخت میشه، بعد یه اداهایی در میارن، یه کارایی میکنن، بعد میگن یه ماچ بده، صورتشون میبرن میچسبونن به موبایلشون، فکر میکنن واو چه ماچی هم کردن، و در نهایت با خودشون هم برمیرن، بعدم ارضا میشن. یعنی اینجوری نیست بگم ارضا نمیشن، حتی تو سکس چت یه ده ارضا میشن. اما آیا این ذهنیه؟ خب بله، ذهن اینجا خیلی نقش داره. شما میگی نه آقای اسلامی کاملا ذهنی نیست، جسمی هم هست، با خودش هم داره ور میره دیگه، میپذیرم. پس اینجا ذهنی جسمیه. اما اگه یه آدم تو خواب میبینه که رابطه برقرار کرده، آیا ارضا میشه یا نه؟ بله، تو خواب ارضا میشه. آیا جسم اینجا دخالت داشت؟ جسم هیچ دخالتی نداشت. پس اینجا یک سکس کاملا ذهنی انجام شد. پس ذهنی میتونه ارضا بشه. گرفتی چی میگم؟ سکس یه کار ذهنیه. این آدم ذهنی ارضا شد. حالا جسمی، سوالمو برعکس میکنم. سوالم این بود، آیا میتونه جسم دخالت نکنه ذهن سکس انجام بده؟ به این نتیجه رسیدیم بله. آیا میتونه سکس فقط کار رو انجام بده، جسم به هیچ وجه دخالت نکنه و طرف ارضا بشه؟ گفتم تو خواب این اتفاق میفته دیگه. پس بازم بله، تو خواب ضمیر ناخودآگاه بیداره، داره رابطه رو برقرار میکنه، پس ذهن کاملا حضور داره. ذهنی که کاملا حضور داره میتونه اون آدم رو ارضا کنه، پس حتی به انزال برسه، حتی ارگاسم بشه. سوال عوض میکنم، آیا میشه ذهن اصلا دخالت نکنه، فقط جسم رابطه برقرار کنه؟ یعنی چی؟ یعنی همسرتون خوابه، شوهرتون خوابیده، بعد تو خواب شلوارشو میکشی پایین، با یه جاش ور میری که نوز پیدا کنه، بعد میری میشینی روش برای خودت، چون که خوابه تکون نام نمیتونه بخوره، میری میشینی خودت برای خودت تکون میخوری و رابطت رو برقرار میکنی و بعدم با ارگاسم میرسی و با چه لذتی بردم، میگیری میخوابی. صبح به شوهرت میگی راستی فهمیدی من اومدم این کارو کردم؟ شوهر میگه نه کی، کاش که منو بیدار کرده. واقعا اینجوریه؟ من میگم به هیچ وجه همچین چیزی نداریم، اصلا نداریم. یعنی جسم بدون ذهن نمیتونه رابطه برقرار کنه. اصلا شوهرت خوابه، 1 ساعت برو با اونجاش بر رو، مگه نوز پیدا میکنه؟ این باید بیدار شه نوز پیدا کنه. اگه میبینی نوز پیدا کرده، بیدار شده، خودشو زده به خواب، میخواد ببینه خب بقیه‌اش چیه، میگه بذار ببینم تا کجا میخواد پیش بره، ولش کن، حالا که خودش عوض کرده بذار بره جلو. بعد که یه مقدار رفتی جلو، دخول انجام شد، یه دفعه بلند میشه و صفر میگیرت، دیگه راه فرار هم نداری، تا اینجا رفتی تا آخرش هم دیگه باید بری. پس بابا اگه نوز پیدا کرده، ذهن درگیر شده، ذهنه که نوز رو انجام میده، نه جسم. یه سوال، زود انزالی چجوری پیش میاد؟ آیا یه کار جسمیه؟ نه، یه کار ذهنیه. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ شما دنبال این هستین که خیلی خوب آقای اسلامی اصل کار رو بگو، یه رابطه جنسی خیلی خوب باحال که هر دومون تموم شد بگیم واو چقدر حال کردم. اونو بگو. یه رابطه جنسی باحال به ذهن بستگی داره، نه جسم. آدمایی که هی دارین میرین جسمتون رو تقویت کنین برای رابطه جنسی، من رد نمی کنم، قطعا کسایی که مقاوم ترن، کسایی که جسم قوی تری دارن میتونن رابطه جنسی بهتری برقرار کنن. ولی خیلی از آدمایی که حسابی ورزشکارن، حسابی هم عضلات آنچنانی دارن، زود انزالی دارن. چرا؟ چون ذهن رو نتونستن کنترل کنن. اینا بیشتر وقتشون رو جسمشون گذاشتن. نکته اساسی برای داشتن یه رابطه جنسی خیلی خوب میدونین چیه؟ ذهن آگاهی. این که وقتی داری رابطه جنسی تو برقرار میکنی، ذهنت حضور داشته باشه. اصل قضیه اینه. زود انزالی به این دلیله که ذهنت حضور نداره. بعضی ها میگن نه آقای اسلامی ذهن حضور داره. الان برات توضیح میدم.
وقتی شما یک کاری رو بارها و بارها انجام دادی، با تکرار اون کار ضمیر ناخودآگاه اون کار رو یاد میگیره. وقتی یاد گرفت روتین انجام میده، به عادت تبدیل میشه. پس دوباره میگم، کاری که بارها و بارها انجام دادی ضمیر ناخودآگاه یاد میگیره و اون کار رو ناخودآگاه انجام میده. تو برای اینکه رانندگی یاد بگیری باید خودآگاه دنده 1 دنده 2 3 رو عوض کنی، کاملا خودآگاه. برای همین حواست به دنده است که دنده 1 و دنده 3 رو عوضی جا نزنی، این میشه خودآگاه. ولی وقتی رانندگی رو خوب یاد گرفتی، بارها و بارها این کار رو انجام دادی، توش مهارت پیدا کردی، ناخودآگاه رانندگی رو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی دیگه حواست نیست کی دنده عوض کردی. خیلی وقتا سوار ماشینت میشی میرسی خونه، اصلا یادت نمیاد از کدوم مسیر اومدی. ناخودآگاه این کار رو انجام میده. حالا اگه رابطه جنسیت رو بارها و بارها تکرار کردی و یه رابطه ثابت رو بارها و بارها انجام دادی، از این به بعد ناخودآگاه رابطه جنسی رو برقرار میکنه و تو اون لذتی که باید نمیبری. چرا نمیبری؟ چون سوار ماشینت شدی میخوای بری خونه، یادت نمیاد از کدوم مسیر اومدی. این یعنی ناخودآگاه رانندگی کردی، یعنی اصلا حواست اینجا نبوده. کجا بوده؟ ذهن میره به یه چیز دیگه فکر میکنه. ذهن به این فکر میکنه که وای فردا چک دارم، چک فردامو چیکار کنم، حالا این کارو چیکار کنم. دعوات شده با یکی، سوار ماشین میشی رانندگی میکنی بری خونه، تمام مسیر تو ذهنت با اون طرف دعوا میکنی ولی مسیر رو عوضی نمیری. ناخودآگاه داره هدایتت میکنه، هدایت میکنه تو رو میرسه خونه. یه مثال دیگه بزنم، میری حموم. واقعا وقتی حموم میکنی از کجا شروع میکنی شستن؟ بعضیا میگن از سرم شروع میکنم شستن، بعضیا میگن نه اینا که انگشتای پام شروع میکنم. معمولا نداریم کسایی که از وسط شروع کنن. اونا که از وسط شروع میکنن خود ارضایی میکنن، به اون نمیگن شستن. شروع کار تو حموم از وسط شروع میشه خود ارضایی دیگه. اونایی هم میگن نوک انگشتای پا میشورن، مسیر رو دارین عوضی میشورین. چرا؟ چون پا رو میشورین تمیز میشه، بعد میاین بدن رو میشورین، کثیفی‌های بدن رو میبرین رو پات، بعد میری سرتو میشوری، تمام کثافت‌های سرتو میریزی رو کل بدنت. پس صحیح شستن اینه که از سر شروع کنی، از یه جا رو تمیز کنی، بعد بری همینجور پایین و این آشغالا دیگه به اون بالا بر نگرده، پس همینجور تمیز میکنی. بعضیام که خودشون رو شروع میکنن شستن، رسیدن وسط گیر میکنن یه ذره. این گیر کردن هم اشکال داره. بابا بشور برو دیگه، مثل بقیه جاست. میگه نه اصلا مثل بقیه نیست، یه چیز دیگه است. کاملا قبول دارم. حالا باید چیکار کنیم؟ وسط گیر کنی؟ نه، میشوری میری. اما منظور من از حمومه چی بود؟ وقتی حموم رو بارها و بارها رفتی حموم کردی، ضمیر ناخودآگاه یاد میگیره و بعد مثل یه عادت حموم میکنی. وقتی عادت کردی چجوری حموم کنی، ذهن میره به یه چیز دیگه فکر میکنه. یعنی وقتی ضمیر ناخودآگاه مهارت کار رو گرفت دستش، خودآگاه میره به یه چیز دیگه فکر میکنه. بر همین رفتی حموم، به این فکر میکنی که مادر شوهرت چیکار کرده بود، بعد میشینی هرس میخوری. تو غرب میگن اگه آسیب دیدی میری دوش میگیری، آسیبت برطرف میشه. صبح از خواب پا میشی میری یه دوش میگیری، میای بیرون، به فرش روزت رو شروع میکنی، به چه روزیه، دوش گرفتی، سر و حال. اما تو ایران جواب نمیده. تو ایران میری حموم و چون عادت کردی حموم کنی چجوری خودتو بشوری، بعد شروع میکنی شستن. ناخودآگاه شروع میکنه شستن، خودآگاه چی کار میکنه؟ خودآگاه همینجور داره به حرفای مادر شوهره فکر میکنه، بعد داره فوش میده، داره سرشو میشوره، میگه اون اینو گفت، مادرش اینو گفت، خودش اومد اینو گفت. برای همینجور هرس میخوری. همون تموم شد میای بیرون، حساب همسرتو میخوای برسی، مادرت برگشت اینو گفت. بابا غرب گفته بود برو همون دوش بگیر فرش بیا بیرون، تو میری دوش میگیری خشمگین میای بیرون. این یه جای کار غلطه. برای همین میگم خیلی از راهکارهای غربی تو ایران جواب نمیده. پس اینکه آی برید دوش بگیرید حالتون جا میاد، اگه قرار بری حموم به یه چیزای بد فکر کنی اصلا حالت جا نمیاد. اما چیزی که من میخواستم بگم، میری حموم و چون عادت کردی خودتو چجوری بشوری، عادته میشورتت. خیلی ها حمومشون که داره تموم میشه یه لحظه به خودشون میگن سرمو شستم نشستم. اینا اصلا یادشون نمیاد سرشون رو شستن یا نه. بابا رفتی حموم کردی، الان حمومت تموم شده، داری خودتو نگاه میکنی، تازه از درگیری ذهنیت اومدی بیرون، از بس تو خودت با خودت داشتی دعوا میکردی، دیگه یادت نمیاد که سرتو شستی یا نشستی.
حالا وقتی رابطه جنسیت هم به همین حالت تبدیل بشه، ممکنه آخرش بگی اصلا دخول انجام دادم ندادم، گرچه به اینجا نمیرسه، مثل اون نیست، به اینجا نمیرسه، ولی عملا این اتفاقیه که میفته. حالا خوب دقت کن چه اتفاق دیگه ای میفته. وقتی تو داری صبحونه میخوری، تو ذهنت داری فکر میکنی الان رفتم سر کارم، این جلسه رو باید برگزار کنم، و بعد تو جلسه ای صبح بیدار شدی، تو خونت نشستی صبحونه میخوری و به محل کارت به جلسات داری فکر میکنی. نتیجهش اینه که تو ذهنت جلسه رو میگیری و داری حرفاتو تو جلسه مرور میکنی. بعد میری سوار ماشین میشی که بری خونه، داری میری خونه، جلسه محل کارتو تو ذهنت داری مرور میکنی. برمیگردم عقب، از اول میگم. صبح 7 صبح از خواب بیدار شدی، جلسات 9 صبح، تو 7 و نیم نشستی داری صبحونت رو میخوری، ولی ذهنت تو ساعت چنده؟ ذهنت تو ساعت 9 صبح. وقتی ذهنت تو 9 صبح، یعنی جلسه رو ذهنت داره برگزار میکنه. اینو قبول داری؟ حالا تو رابطه جنسی یه مرد برای اینکه بتونه ارضا بشه، بین معمولا 4 دقیقه 5 دقیقه حد اکثر 6 دقیقه ارضا میشه. اگه تو 4 دقیقه ارضا میشه، حالا این مرد رابطه جنسی رو شروع کرده، تو دقیقه اوله جسمش تو دقیقه اوله، ذهنش تو دقیقه 4. میدونی چه اتفاقی میفته؟ زود انزال اتفاق میفته. چرا؟ چون ذهنه که انزال رو ایجاد میکنه، نه جسمه. تو 1 دقیقه ارضا میشه، نمیتونه همسرش رو راضی نگه داره. بعضیا میگن نه آقا 4 دقیقه خیلی کم گفتی. بابا ایران اوضاع خیلی خرابه، اب نداره. 4 دقیقه استاندارد برای ایران، نگران نباشین. اگه بیشتر میتونین رابطه جنسی رو ادامه بدین خیلی هم خوبه. اما من میگم 4 دقیقه مرده. اگه تو رابطه جنسی رو شروع کردی و ذهنت جلو رفت، میشه زود انزالی. میری خود ارضایی میکنی. مرده میره تو همون خود ارضایی میکنه. وقتی خود ارضایی میکنی با خودت داری ور میری که چی بشه؟ که به انزال برسی دیگه. بعد تو ذهنت چیکار میکنی؟ تو ذهنت همش دنبال اون نقطه‌ای هستی که ارضا میشی. پس با خودت ور میری. مرده نمیره 10 دقیقه با خودش ور بره، بعد عرق بریزه، پس چرا نیومد، بعد 10 دقیقه دیگه ور بره. این کار نمیکنه. مرده میره که با خودش ور بره که زودتر برسه. چرا میگم مرده؟ الان البته میگن حدوداً 70% دخترها هم دارن خود ارضایی میکنن. خیلی آمار وحشتناکیه. من نمیدونم واقعا صحت داره یا نداره، و بعد چون نمیشه واقعا آمار گرفت، نمیتونیم آمار دقیق بدیم. ولی به هر حال من میگم مرده، چون میگن بیش از 90% مردا خود ارضایی کردن زود جوونیشون، تو مجردیشون. حالا میگم مرده. پس مرده میره همون، با خودش ور میره. گفتم 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه تا ارضا بشه. و این آدم تو ذهنش همش به اون نقطه فکر میکنه. حتی تو ذهنش یه رابطه جنسی کامل رو مجسم میکنه. داره احساس میکنه یه نفر رو بغل کرده و دخول داره انجام میده و دستش داره اون کار رو انجام میده. پس اون احساس جسمیه یه ذره واسش میاد که آره مثل این که دخول انجام شده. تو ذهنش هم هیکل اونو میبینه، مجسم میکنه، هر مدلی دلش میخواد رابطه جنسی رو انتخاب میکنه و در نهایت ارضا میشه. خوب دقت کنید. ذهن یاد گرفت که دقیقه 4 این آدم رو ارضا کنه. حالا این آدم هفته بعد دوباره میره که خود ارضایی کنه. ذهن میدونه که این میخواد ارضا بشه، پس ذهن جلو میره. پس این آدم 4 دقیقه لازم نیست با خودش ور بره، 3 دقیقه و نیم با خودش ور رفت. ذهن تو 3 دقیقه و نیم دقیقه 4 ارضا میشه. حالا یواش یواش این حرفه‌ای میشه. وقتی این چند ماه با خودش ور رفت، ذهن میدونه که قراره به کجا برسه. نتیجه اینه که تو دقیقه اول ذهنش تو دقیقه 4، پس ارضا میشه. به این میگیم زود انزالی. پس اصل قضیه زود انزالی مال ذهنه. راهکار چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی از راهکارهای پزشکی اینه که بهش آسنترا میدن. آسنترا میدونی یعنی چی؟ یعنی قرص بخوره نتونه فکر کنه، یعنی این ذهنه که میخواد برای خودش بره نتونه بره. دوزش چقدر باشه؟ زولفت میدن. دوزش چقدر باشه؟ روانپزشک تشخیص میده، سکسولوژیست تشخیص میده. ما نمیتونیم بگیم برین این کار انجام بدین. سکسولوژیست میبینتت، بر اساس قدرت بدنی همه اینا تشخیص میده این قرصا چقدر باشه. تازه اگه بگه من فقط یکیشو گفتم، یه عالمه راه حل داره.
ممکنه بگی آره این قرص رو بخور، بعد این قرصه چیکار میکنه؟ نمیذاره فکر کنی. بعد چون نمیتونی فکر کنی تو ذهنت نمیتونی رابطه جنسی رو جلو بری. همین که نتونستی جلو بری، حل رابطه رو برقرار میکنی. خوب دقت کن. دوباره برمیگردم به جمله اولیم. برای اینکه بتونی یه سکس خیلی خوب داشته باشی، ذهن آگاهی لازمه، حضور ذهنت لازمه. اگه تو بتونی ذهنت رو تو این لحظه نگه داری، اون وقت ذهنت تو دقیقه اوله جسمت رابطه جنسی رو شروع کرده، تو دقیقه اوله ذهنت هم تو دقیقه اوله. اون وقت جسم و ذهن کنار هم دیگه میرن جلو، دقیقه 4-5 ارضا میشه. خیلی ساده. اما بعضی وقتا آقای شروع میکنه لمس کردن. ذهنه کجاست؟ میگه دخول انجام بده. ذهنه میره سراغ دخول. بعد مرد میخواد دخول انجام بده، ذهنه میره سراغ حرکت ها، این کارا رو انجام بده. ذهن جلو داره میره. تجدید انزالیه دیگه. پس یکی از بهترین روش ها اینه که ذهن رو در لحظه نگه دارید. چه جوری نگهش داریم؟ ذهن فراره، هی میپره میره. ذهن برای خودش داره میره جلو میخواد کارا رو انجام بده. ذهن رو باید در لحظه نگه داریم. چه جوری میتونیم حضور ذهن رو تو اون لحظه ایجاد کنیم؟ با جسم. اینجا جاییه که جسم وارد میشه. با جسممون میتونیم ذهن رو تو اون لحظه نگه داریم. اما چجوری این جسم از جسم میتونی استفاده کنی؟ اون نوازش ها، همون نوازش های جسمی، نوازش های جنسی میتونی ازش استفاده کنی. یکی از راهکارهایی که غرب گفته، غرب میگه نقاط حساس بدن رو باید شناسایی کنید. خب خیلی عالیه، شناسایی کنین. نقاط حساس بدن تو با نقاط حساس بدن همسرت با هم فرق میکنه. پس اینجوری نیست که زن و مرد نقاط حساسشون عین هم دیگه است. نه، عین هم دیگه نیست. حواستون باشه، با هم فرق میکنه. اما خیلی جا شبیه هم دیگه است. مرده یکی از نقاط حساس بدن زیر بغله. میدونستین؟ زیر بغل نقاط حساس بدنه. یعنی چی؟ یعنی میتونه اونو قلقلک بدی. آفرین، باهوش. این یکی از راهکاراست. قبل از رابطه جنسی میری قلقلکش میدی، بعد اون آماده رابطه جنسی میشه. نه خیر، چیزی قلقلک نقطه حساس نیست که. اما زیر بغل یکی از نقاط حساسه. برای همین حالا زیر بغل مرد میخواد رابطه برقرار کنه، زیر بغلش هم بوگن میده. نقطه حساس بدن بوگن میده. چی کار باید بکنیم؟ پس چی کار باید بکنیم؟ زیر بغلش بو میده. خیلی از آقایون شاهکارن، میره اتکلون میزنه زیر بغلش. بالی کلا باهوش، رفتی زیر بغلت اتکلون زدی. آلتت تو چیکار میکنی؟ خب همون جوری که اون عرق کرده آلتت هم عرق کرده. همون بوگندی که اون میده آلتت هم بوگند میده. بعد میگی خب اون که نمیخواد بو کنه. میدونی بویایی یکی از راهکارهاییه که ذهن رو تو لحظه نگه میداره؟ بویایی. میدونستی؟ گفتم زیر بغل یکی از اون نقاط حساسه. با زیر بغل باید چیکار کرد؟ غرب میگه گازش بگیر. نه دهنتو ببری این زیر بغل و گاز بگیری، که این عضله های این بغل، عضله های بغل اینجاها رو گاز میگیری. حالا مرده بوگی هم میده زیر بغلش. مگه میتونه خانمه بره گاز بگیره؟ نمیتونه. پس این لذت رو از دست دادی. بعضی از آقایون اینقدر پشم زیر بغلشونه، خانمه میخواد بره گاز بگیره، 2 مو میره تو دهنش، حالش به هم میخوره از این رابطه جنسی. پس دیگه گاز نمیگیره. پس آقایونی که دوست دارین، من فقط زیر بغل گفتم، جای دیگه هم هست برای گاز. آقایونی که دوست دارین همسرتون گازتون کنه، نمیتونی بوگم بدی گاز بخوای، نمیتونی. بعد از یه مدت اون حالش به هم میخوره رابطه جنسی، در نهایت تمایلی به رابطه نداره. بعضی از آقایون میان میگن بیا رابطه برقرار کنیم، میخوام برم حموم. چی بگم واقعا؟ میخواد بره حموم، میگه رابطه‌مون برقرار کنیم بریم حموم. بعد خانم تا 2 هفته خارش میگیره، الان دیگه عفونت ادراری هم پیدا کرده. آقای عزیز اون وقت 2 هفته تعطیل میشه همون جایی که میخواستی رابطه برقرار کنی. بعد اون بعد چقدر زجر بکشه بره تازه اینو درمان کنه. تا حالا از تو خاریدی؟ تا حالا واقعا تو خاریدی؟ نمیدونم کلمه فارسی چیه، همین خاریدی رو من فقط میگم. از تو خاریدی؟ نمیفهمه اون چی میکشه. برای اینکه بفهمی بعد از اون پشت یه چیزی میدادن اون تو، بعد عفونت اونجا رو بگیری، بعد بخاری، بعد ببینی باسن تو چجوری میکشی زمین. آی میخاره، یه چیزی باید بفرستم اون تو بخارونم تا بفهمین چی میکشه.
برای همین اینجوری نیست که کثیف باشی بری رابطه برقرار کنی. یه خانم میگفت دهن شوهرم بو فاضلاب میده. خب بعد چجوری میخوای ببوسیش؟ میدونی بوسه یکی از نقاط حساس بدنه؟ قطعا نقاط حساسه. میدونی بوسه ذهن آگاهی میاره؟ میدونی برای رابطه جنسی خیلی خوب قطعا باید از بوسهات استفاده کنی. اما کجا رو ببوسی؟ همه رو. یه عده میگن غرب میگه باید نقاط حساس رو پیدا کنی. نقاط حساس تو کجاست؟ من بیام میگم نقاط حساس آقایون اینجاست. خودت پیدا کن. چجوری پیدا کنیم؟ غرب راهکار داده، میگه 2 انگشت رو برمی‌داری میذاری رو بدنت، اینجوری تکون میدی، بعد اینجوری تکون بده بگو خوشم میاد یا نمیاد، این نقطه حساس نبود، حالا میاری اینجا رو تکون بده. حالا چی؟ اگه میگی آره الان لذت میبرم، این نقطه حساسه. همون غرب میگه یه راه دیگه پیدا کردن نقاط حساس اینه که این دست خودتو نذاری، دست همسرت. دست همسرت بیاد این نقاط حساس رو ماساژ بده یا تکون بده یا هر چیزی. این دست همسر. حالا با دست همسر وقتی بیاد شقیقاتو ماساژ بده خیلی بیشتر لذت میبری. پس یه راهش اینه که با انگشت خودتو میذاری جاهای مختلف، هی فشار میدی، ماساژ میدی، ببینی نقطه حساس هست، خوشت میاد تو رابطه جنسی نقطه فشار داده بشه، خوشت میاد ماساژ داده بشه. این یه راهش. یه راهش هم اینه که دست همسر. پس یه تمرین بهتون میدم. امشب میرین لخت و اور میشین، دراز میکشین، به همسرتون میگین با این 2 انگشت همه جای بدنتون رو لمس کنه، هر جایی که احساس میکنی بیشتر لذت میبری تو رابطه جنسیت. میگه همین خوبه، اینجا خوبه. اما نه اینکه اونجا بمونا، میره بعدی دوباره یه قسمت دیگه دوباره میگه نه اینجا هم خوبه، پس اونم یاد میگیره. بعد همسرت نقاط حساس تو رو یاد میگیره. پس اینم یه راهشه با 2 انگشت. ماساژ سر تو خانوما، سر نقطه حساسه، کل سر نقطه حساسه. نه اینکه برداری سرشو اینجوری کنی بعد اون بگی با بریم رابطه جنسی برقرار کنیم. نه اینو نگفتم. اما نشستین تلویزیون نگاه میکنین، شوهر نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، خانمش دراز میکشه. حتما برید جایی بشینید که همسرتون خانومتون دراز بکشه، سرشو بذاره رو پاتون. یعنی من اینجا نشستم، تو سرتو بذار رو پام، تلویزیون نگاه کن. چرا؟ که بتونین ماساژ سر رو واسش انجام بدین. خیلی از آقایون این کارو بلدن. خیلی از آقایون میرن میشینن، خانم دراز کشیده رو مبل 3 نفره، آقا میاد میشینه میگه نه عزیزم برو پایینتر، سرتو بذار رو پای من، تلویزیون نگاه کن. خانومم میگه وای چه شوهر خوبی دارم، مرسی عزیزم، میره پایینتر، شوهر میشینه، خانومم سرشو میذاره رو پاش، بعد شوهر زیپشو میکشه پایین. به این میگن ماساژ سر. ماساژ سر رو با گوشکوب میخوای ماساژ بدی، با دست ماساژ میدی. 2 تا انگشت میذاری رو سر، رو پوست سر همسره. خوب دقت کن، زیبت بالا، نشستی تلویزیون نگاه میکنی، خانمت میاد سرشو میذاره رو پات، رو مبل 3 نفره دراز کشیده، میری میشینی میگه عزیزم بیا سرتو بذار رو پای من، میخوام ماساژ سر بدم واسط. پس اون اول ممکنه بگه مخالفت کنه، چون قبلا یه کارای بدی کردی، میگه نخواستم دست بزنی بهم. ظرفیت داشته باش، نشون بده نه فقط ماساژ سر، هیچ کاری دیگه نمیخوام. پس میری میشینی، سر خانمتو میذاری رو پات، تلویزیونتون نگاه میکنین، 2 تا انگشت میذاری رو پوست سر. خوب دقت کن، این انگشت‌ها هی حرکت نمیکنه موها رو تکون بده، موها رو میشکونی. پس موها رو تکون نمیدی، میذاری رو پوست سر و همین پوست رو تکون میدی. میبینین الان این خود پوست داره تکون میخوره. یه ذره که این پوست رو حرکت جهت عقربه ساعت باشه یا جهت عقربه ساعت نباشه فرقی نمیکنه، تو بچرخون، هر جهتی میتونی بچرخون. پس آروم میچرخونی، خیلی آروم. این باعث میشه حرکت گردش خون تو اون نقطه بیشتر بشه، پس سرش گرم میشه. پس 2 تا انگشت رو بعد اینجا ماساژ دادی، میری بغل دست، حالا اینجا رو تکون میدی، دوباره میری بغل دست، اینجا رو تکون میدی، یواش یواش سرش رو تو نقاط مختلف هی دورانی تکون میدی. این میشه ماساژ سر. خانوما بسیار لذت میبرن. یه ماساژ سر میدی، هیچ انتظار دیگه ای هم نداری. وقتی ماساژ سر تموم شد، خود خانومت ممکنه بلند شه، یه ماچ حسابی بکنه، یه بوسه 1 دقیقه‌ای. بوسه 1 دقیقه‌ای میدونی چی؟ بوسه فرانسوی، بوسه مکزیکی. بلدی اینا رو؟ بلد نیستی؟ اینا همون چیزایی که باید یاد بگیری. پس اون وقتی که همسرت میتونه ببوستت. خانم‌ها عشق ورزی رو دوست دارن، به شرطی که تو ماساژ سر رو انجام بدی. آقایون بیشتر ماساژ باسن دوست دارن، میگن سر رو ولش کن، صاف میخوان برن باسن رو ماساژ بدن یا جلو رو ماساژ بدن رابطه جنسی برقرار کنن. اینا آسیب هاست. اگه یه زن و شوهر صرفا برن سراغ رابطه جنسی، لذت های نوازش رو نمیبرن.
نوازش یکی از مسائل بسیار مهمه که حتما از نوازش ها باید استفاده کنین. باید یاد بگیرین نوازش ها رو. بوسه ها، از بوسه ها استفاده کنین. بوسه یخ، الان تابستونه، بوسه یخ میچسبه. بوسه یخ چیه؟ میری یخ میذاری تو یخچالت، میریزی تو لیوان، میاری میشینی پیش همسرت. خوب دقت کن، آب میریزی تو یخا تا کریستالای یخ بشکنه. چرا؟ چون این یخه رو میخوای بچسبونی به لبت. اگه یخ کریستالاش نشکنه، اگه آب نریزی روش، چسبوندی رو لبت، کنده نمیشه، پوست لبتو میکنه. بعد تا یه هفته نمیتونی همسرتو ماچ کنی، همتونم به من فوش میدین بیا کار یادمون داد. بوسه یخ، یخ میریزی تو لیوان، آب میریزی روش، تق 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 صدا میده، کریستالا میشکنه، بعد اون چسبندگی رو آب بین میره، بعد میای میشینی بغل دست همسرت، بعد لبتو میکنی توی این آب یخه، لبت یخ میشه، بعد همسرتو میبوسی، لب اون گرمه، لب تو یخه، اون وقت چه لذتی میتونه بهت بده. حالا خوب دقت کن، رابطه جنسی یخ هم داریم. فکر میکنی برای رابطه جنسی یخ کجا رو باید بکنی تو لیوان آب یخ تا یخ بشه رابطه برقرار کردی؟ گرفتی؟ چون لایوه نمیتونم خیلی باز صحبت کنم، گرچه همینجوریش هم خیلی باز صحبت کردم، ولی پس رابطه جنسی یخ داریم. مال وقتیه که خیلی گرمشه، مال وقتیه که گر گرفته. خانومایی که یائسه شدن اینا همیشه گرمشونه. پس یه رابطه جنسی یخ خیلی میتونه کمکتون کنه. البته کلی هم خنده داره، چون لیوان یخت هم میذاری بغل دستت، آبم ریختی توش دیگه، بعد به همسرت میگی صبر کن اینجا رو نگاه کن، بعد که این کارو کردی اونم قش میکنه از خنده ها، بدو گرم شد، بعد میری که رابطه‌تو برقرار کنی، کلی میخندین و صمیمیت عاطفی بالا میره. اصل قضیه برای اینکه بتونین رابطه بهتری داشته باشین اینه که صمیمیت عاطفی رو بالا ببرین. بوسه یخو براتون توضیح دادم. بوسه نسکافه‌ای چیه؟ بوسه نسکافه‌ای، یه نسکافه درست میکنی، میای میشینی پیش همسرت، موقعی که هوا یه ذره سرد باشه، لبت رو میکنی توی نسکافه، مزه نسکافه میگیره، بعد همسرتو میبوسی. وقتی همسرتو بوسیدی، همسرت مزه نسکافه رو لب تو رو احساس میکنه، به این میگن بوسه نسکافه‌ای. حالا برین در یخچالتون رو باز کنین، ببینین چند مدل بوسه تو یخچالتون دارین. بوسه بستنی دارین. این بوسه ها صرفاً رو لب انجام نمیشه، صرفاً رو لب نیست. اوکی، وقتمون تمومه دیگه، عملاً یه چند دقیقه دیگه من صحبت میکنم. اوکی. پس بوسه نسکافه‌ای هم داریم، بوسای دیگه هم داریم. بوسه توت فرنگی داریم، بله داریم. بوسه لیمو ترش داریم، بله داریم. پس میری یخچال، لیمو شیرین نه، بوسه لیمو شیرین تلخه، بری انجام بدی بعد تلخ میشه دهنش، حالش به هم میخوره. پس بوسه توت فرنگی چجوری بود؟ لبت رو توت فرنگی میکنی و همدیگر رو میبوسین، هیچ اشکالی نداره. اینا میتونه جزء فانتزیای جنسی هم باشه، حتی جزء فانتزیای جنسی باشه. پس اینا رو میرین انجام میدین. پس در یخچال رو باز کنین، ببینین 100 مدل بوسه یادتون دادم، برید 100 شبتون رو فعلا بگذرونین، نه اینکه بیا 10 مدل رو بذاری جلوش، 10 تا رو بیا همین الان امتحان کنیم. بابا یه شب رو با بوسه نسکافه‌ای بگذرونین، یه شب با بوسه یخ برین جلو، یه شب بوسه های مختلف. برای همین اینا چیزایی که باید عملاً یاد بگیریم. اگه اینا رو یاد گرفتین، میتونین رابطه جنسیتون رو به سمتی ببرید که صمیمیت عاطفی رو بالا ببرین. خوب دقت کنین، من نمیخوام سکستون رو خوب کنم که را بیافتیم بریم با آدمای مختلف سکس برقرار کنین. من دنبال اون صمیمیت عاطفی ام. من دنبال اینم که یه زن و شوهر بتونن از سکسشون به صمیمیت عاطفی برسن. اگه صمیمیت عاطفی بین تو و همسرت خوب نباشه، نمیتونی یه زندگی خوبی رو تجربه کنی، حتی نمیتونی یه سکس خوبم تجربه کنی، حتی میری از فانتزی هم استفاده میکنی، همسرت راضی نیست، ازت راضی نیست، امروز بهش فحش دادی، حالا میخوای رابطه جنسیت هم برقرار کنی، معلومه حالش بده، معلومه اعصابش خورده، میگه نمیخوام اصلا با تو رابطه داشته باشم. اینا میشه آسیب. پس خیلی دقت کن که آسیب هات رو به حداقل برسونی. حواست باشه تمام رابطه جنسی برای اینه که به یه صمیمیت عاطفی خوب برسی. سکس چند مرحله داره. یک، قبل از سکسه. قبل از سکس چیه؟ قبل از دخوله،
قبل از دخول نوازشاست دیگه. تو نوازشا چی باید بگی؟ چی کار باید بکنی؟ خودت بشین فکر کن. فکر کن قبل از اینکه دخولتو انجام بدی چی کار باید بکنی. اقلا یه ذره فکر کن. هر چی که خودت به نتیجه رسیدی انجام بده. موقعی که دخول رو داری انجام میدی، فقط دخول؟ آیا نمیخواد کار دیگه هم انجام بدی؟ آیا نمیخواد چیزی هم بگی؟ آیا نمیخواد نگاه کنی؟ چشاتو میبندی همین کارا رو انجام میدی؟ آیا نمیخواد موقع دخول عشق رو به نمایش بذاری؟ آیا نمیخوای نگاش کنی و بهش بگی چه کیفی داری میکنی؟ میدونی اگه این کارو بکنی اون رو به حد اوج لذت میرسونی؟ بعد از اینکه کارت تموم شد حالا چی؟ آیا عشق تموم شده است؟ سکس تموم شده، عشق تموم نشده. همچنان کارت تموم شده، عشق رو باید ابراز کنی. پس عشق قبل از سکس، وسط سکس، آخر سکس ابراز میشه. فردای سکس، پس فردای سکس، 2 روز قبل از سکس، عشق همیشه باید ابراز بشه. این عشقه که صمیمیت عاطفی رو حفظ میکنه. پس حواستون باشه، قطعا براش باید عشق رو به نمایش بذارین. برای همین حواستون باشه. گفتم نقاط حساس بدنتون رو شناسایی کنین با دست همسر. یه راه دیگه با لب همسر. همسرتون میتونه نقاط بدنتون رو ببوسه. این تمرین امشبتون. برین اینو تمرین کنین. هر جایی رو که میبوسه و شما احساس میکنید چه لذتی میبری، خب نمیتونی همینجوری بیفتی اونم همینجور ببوسه. اون یه دونه میبوسه تو رو نگاه میکنه، میخواد ببینه تاثیر داشت یا نه. اگه میخم اینجور افتادی، خب اون چه میفهمه که تو لذت بردی یا نبردی؟ وسط رابطه پا میشه میره، میگه ولش کن، اصلا لیاقت نداره، نمیکنم این کارو. اما وقتی یه جا رو ببوسه و تو حسابی لذت ببری، آیا جایی هست از بدنت که ببوسه لذت نبری؟ واقعا هست؟ هر جایی رو که ببوسه تو لذت میبری. پس اینو به نمایش بذار. یه جایی هست لذتش خیلی بیشتره، یه جایی هست لذتش کمتره. پس شروع کن نشون بده کجاها لذتش خیلی بیشتره. همسرت هم خوشش میاد. صدا، اقلا صدا رو که باید بشنوه که بفهمه رابطه جنسی پانتومیم نیست، بی سر و صدا میریم رابطه برقرار میکنیم. اصلا اینا نیست. باید ببینه تو رابطه جنسی. خیلی از خانم‌ها لخت نمیشن اصلا. میگیم چرا لخت نمیشی؟ میگه شکمم اینجوریه، برای همین لخت نمیشم. بابا اون همه فکر و ذکرش سکسه، چی و لخت نمیشم. بعضیا میگن لباس خوب ندارم. بابا هرچی هم تنته باید بری دراری، چی لباس خوب ندارم. همه اینا رو باید یاد بگیری. آیا واقعا سکس اینه که میریم تو رخت خواب لافو میکشیم لباسمون در میاریم رابطمون رو برقرار میکنیم؟ بعضیا انقدر تازه وسواسی عمل میکنن، یا بعضیا انقدر چه میدونم چی بگم، یعنی فقط تو لحظن که میگه فقط یه دایره باید سوراخ کنم که یه چیزی بیاد بیرون، اونم فقط یه دایره باشه که این بتونه وارد اون بشه، بس دیگه. برای همین حتی شلوارشون رو کامل هم در نمیارن، فقط یه ذره در میارن رابطه‌شون رو برقرار کنن. بعد فکر میکنن سکس انجام دادیم. این اصلا سین خالیش هم نیست، چه برسه به سکسش. به این نمیگن رابطه جنسی. این همون بزن در رویه. دوره بزن در رو تموم شد. باید یاد بگیرین که چجوری رابطه جنسیتون رو درست برقرار کنین. پس لخت و اور باید رابطه برقرار کنین. اما لخت و اور شدن روند داره. اینجوری نیست که همینجوری زرت میریم لخت میشیم رابطمون رو برقرار میکنیم. بعضیا چرا خاموش میکنن هیکلشون دیده نشه؟ بابا اون همه فکر و ذکرش سکسه. یک. دو اینکه میگه شکمم دیده میشه، شکمم یه ذره برآمده است، خطای روی شکمم نشون میده 3 تا شکم زاییدم. یه مرد عاشق خطای شکم همسرشه. چرا؟ چون این همون شکمیه که 3 تا بچه توش اومده بیرون. 3 تا بچه است، بچه‌هایی که چقدر دوستشون داره. این شکم این بچه‌ها رو نگهداری کرده. یه مرد شکم همسرش که یه عالمه رگ شده رو میگیره، حسابی ماچ میکنه، قربون صدقش میره. آی مردا نشون بدین این شکم همسر منه، کسی که عاشقشم. پس آی خانمایی که نگران این شکمان ببینه چی میشه. یه سری آدمای پست براتون تعریف کردن که نه حتما باید تو خیلی خوش هیکل باشی وگرنه شوهرت میره سراغ خوش هیکلای دیگه. مردای پست این کارو میکنن. واقعا فکر کنید مردا اینقدر پستن؟ خب تو هر کاری هم بکنی خوش هیکل است، تو خیابون ریخته، خب میرن سراغ اونا. اینجوری نیست. مگه شما خانوما خوش هیکل تر از مرده رو تو خیابون نمیبینی؟ خب ببینی میری سراغ اونا؟ نه نمیری. چرا؟ چون مگه فقط هیکله.
بابا یه عمر باش خاطره داری، باش 5 سال زندگی کردی، خاطرات خوشتون، خاطرات تلختون با هم بوده، کلی خاطره خوب دارین با هم زندگی کردین. پس اینجوری نیست هیکل یکی دیگر رو میبینه میخواد بره سراغ اون، با اون رابطه برقرار کنه. اون حیوونه. یه عده حیوان مردا رو اینجوری به نمایش میذارن. شوهرت عاشق هیکل توه، پس هیکل تو بهش نشون بده. علاوه بر این که هیکل رو میخوای نشون بدی، 4 تا یه کارایی هم انجام بده که تو رابطه جنسی بتونه تهییجش کنه. پس چیکار میکنی؟ حداقل استریپتیزه. حداقل استریپتیز چیه؟ یعنی لباساتو دونه دونه در میاری، چراغ روشن، آهنگ میذاری، شروع میکنی لباساتو در آوردن. این فقط داره نگاه میکنه، هم که نگاه میکنه لذت میبره از این حرکت. پس داریم ذهن آگاهی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی به ذهنش میگیم نرو به مشکلات فردات فکر کن، نرو تو جلسه فردات فکر کن تو جلسه چی باید بگی، اینجا حضور داشته باش، منو ببین چی کار دارم باست میکنم. اینجوریه که ذهنشو میارین تو لحظه. سکس یه رابطه ذهنی جسمیه که ذهن بیشتر دخالت داره. اگه بتونی ذهنش رو بیاری تو رابطه، اون وقته که رابطه خیلی خوبی رو تجربه میکنی. پس شروع میکنی از نگاه کردنش استفاده کن. بعضیا میگن خیلی خوب پس باید لباس دراریم، میرم 6 دست لباس میپوشم که وقتی اومدم رقصیدم یکیشو در میارم، بعد خیت میشه، فکر میکنه زیرش چی نبود، بعد بعدی رو در میارم، بعدی رو در میارم. اون وقت میدونی شوهرت میگه من میگیرم میخوابم، هر موقع همش در اومد منو صدا کن. بعضی خانوما میرن 5 دست دامن میپوشن برای رابطه جنسی، بعد شوهره میاد دامن اولو میزنه عقب، میبینه زیرش دامنه، دوباره میزنه عقب، دوباره میبینه دامنه. بعد بگه چی؟ بعد بگه ببخشید خانم باسنتون صفحه چندمه که بتونه ورق بزنه برسه به اون صفحه. پس اینجوری هم نیست که بری تو اون کارم اونجوری انجام بدی. یه لباس شهوت انگیز زیر میپوشی، یه لباس هم روش میپوشی. اونقدر مهم نیست لباس روی چیه، این همش داره به اون زیرا فکر میکنه. چراغ روشن یا شمع روشن میکنی، یا یه چراغ خواب میذاری، یه آهنگ پخش میکنی، درم قفل میکنی، صدای جیغ بچه هوار زد، نمیری سراغ بچه، بعد رابطت رو تموم کنی. حالا من نمیگم هوار زد، اگه جیغش میگه مامان، میگی صبر کن یه ربع دیگه میام. با یادش بده که وقتی بهش میگی یه ربع دیگه یعنی یه ربع دیگه. نه بچه‌ها رو میبرین خونه مادر بزرگینا میذارین، یه شب میان خونه خودتون، تنهایی رابطتون رو برقرار میکنین. پس لباس میپوشی، شروع میکنی رقصیدن و بعد لباستو دونه دونه در میاری. لباس شهوت انگیز. لباس شهوت انگیز یه شورتایی هست که روش یه سری زنگوله منگوله آویزونه، یه کورستایی هم هست که از اونم زنگوله منگوله آویزونه. یعنی وقتی اینجوری تکونش دادی، این زنگوله ها همینجوری داره تکون میخوره. برای همین توجه شوهره رو باید جلب کنی. اون پایینو تکون دادی، یه سری زنگوله ها تکون میخوره که شوهره اونجا رو نگاه میکنه و لذت میبره. همین نگاه کردن و لذت بردن ها یواش یواش آمادش میکنه برای رابطه جنسی. یه خانوم 10 دقیقه طول میکشه تا به ارگاسم برسه، یه آقا 4 دقیقه طول میکشه تا به انزال برسه. خب این گپ این وسط رو باید پر کنین دیگه. اگه شروع کنین رابطه برقرار کردن ظرف 4 دقیقه مرده ارضا میشه، اما خانمش هنوز 6 دقیقه دیگه مونده تا ارضا بشه. نتیجه مرده ارضا میشه، شب بخیر میگیره میخوابه، قطعا آسیب میبینین تو رابطه. پس چیکار باید بکنین؟ یه 6 دقیقه این وسط مرده باید شروع کنه. خانمه که شروع کرد رقصیدن و اینا، این جزء 10 دقیقه حساب نمیشه. اینا همش باید اینه که تو رو تهییج کنه. اما وقتی در آورد، حالا نوبت آقا است. از موقعی که لمسش کردی ذهن حضور پیدا میکنه، هم ذهن تو هم ذهن همسرت حضور پیدا میکنه. از موقعی که نوازش ها رو شروع کردی، از موقعی که همدیگه رو بغل کردین، لخت و ورشین، آهنگ بذارین، تانگو برقصین، رابطه برقرار نکردین ها، تانگو میرقصین، همین. و بعد شروع میکنی نوازش ها رو شروع کردن. 6 دقیقه، نمیگم 6 دقیقه تانگو برقصین، یه مدت تانگو برقصین، یه مدت شروع کن نوازش دادن، نوازش های جنسی، نقاط حساس بدن، اینا رو هم که قرار شد پیدا کنی، شناسایی میکنی، بعد نقاط حساس بدن رو ماساژ میدی، بعد از اون گازهای جنسی، گاز کردنه استفاده میکنی، از اون بوسه های جنسی استفاده میکنی. همه اینا باید 6 دقیقه رو بگذرونه تا اون آماده بشه، آماده رابطه جنسی بشه. میدونی کی همسرت آماده است، کی خانومت آماده است؟ موقعی که موج سکس شروع میشه،
میدونی موج سکس چیه؟ موج سکس اینه که دستت رو بدنش حرکت میدی و اون اندامش رو بالا پایین میبره، یعنی کمرش رو میاره بالا، همراه دستت موج سکس، بدنش شروع میکنه موج پیدا کردن. وقتی موج پیدا کرد یعنی آماده دخوله. تازه اونم نباید عجله کنی، یواش یواش میتونی دخول رو انجام بدی. نتیجهش 6 دقیقه 7 دقیقه است داری ماساژ جنسی میدی و بعد دخول رو انجام میدی. حالا تو 4 دقیقه‌ای ارضا میشی، اون 10 دقیقه‌ای 6 دقیقه ماساژ جنسی دادی، 4 دقیقه هم دخول تو داری انجام میدی، ظرف 10 دقیقه انزال میرسی، اونم به ارگاسم میرسه. آیا واقعا زن و مرد باید با هم برسن؟ نه، همچین چیزایی هم نیست. همه اینا تو تعریف های جنسی تعریف های خودشو داره. تحقیقات روز دنیا رو به دست آوردم. دنیا داره چه کار میکنه تا شما یاد بگیرید، تا بتونید یه رابطه جنسی خیلی خوب داشته باشید. برای این کار یه دوره تعریف کردم. نمیتونم بیام توی لایو اینستاگرامی خیلی باز صحبت کنم، همین جوریش هم تازه فکر کنم یه عالمه مسائل مختلف پشت پرده داشته باشه. من فقط شروع کردم 4 تا پست تو پیامام رفتم، یه عده پیام میدن میکشیمت، بی حیا، این حرفا چه داری میزنی؟ اصلا پیامایی که میکشیمت واسم اومده، اما من دوره‌مو برگزار میکنم. امیدوارم یه دوره کامل و جامع برگزار کنم. بعد اگه کشتنم اقلا میگم یه دوره رو برگزار کردم. ایرانی‌ها فعلا تا 50 سال راهکار دارن برن پیاده کنن. نمیدونم چند سال دیگه یکی دیگه پیدا بشه بیاد اینا رو براتون توضیح بده. بعید میدونم کسی حتی تو لایو اینستاگرامی همین کلماتی که من به کار بردم من به کار برده باشه. یه دوره براتون تعریف کردم، دوست داشتین میایین تو دوره. جلسات زیاد 7 جلسه میخوام براتون توضیح بدم. 7 جلسه باز صحبت میکنم، یه جلسه فقط پوزیشن براتون میگم تا یاد بگیرین. میدونین 365 تا پوزیشن داریم؟ بابا اگه بلد باشی برای یه سالت بسه. هر شب رابطه جنسی برقرار کنی، فردا شب یه مدل دیگه است. برای همین 365 تا پوزیشن باید یاد بگیری. خب یاد بگیری دیگه، کدوم پوزیشن برای چه حالتیه، اینا رو باید یاد بگیری. یه جلسه هوش جنسی رو برات میگم. میدونی هوش جنسی چیه؟ میدونی هوش جنسی تو زندگی چقدر تاثیرگذاره؟ پس اینا باید بدونی. یه جلسه ذهن رو میگم، گفتم باید یاد بگیری ذهن رو چه جوری بکشونی بیاری تو رابطه. اگه ذهن جلو بره، رابطه جنسیتون لذتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. برای همین مسائل مختلفی هست که باید یاد بگیری. نقاط حساس بدن رو براتون توضیح میدم. نقاط حساس زیاد داریم، مثلا قده هیپوفیز. قده هیپوفیز من توضیح، جزایر لانگرهاوس تو بدنتونه. مثلا بگم پا میشین میرین کنار جزیره، لنگر میندازین، 2 تا چای با هم دیگه میخورین. بابا تو بدنت به چه درد میخوره جزایر لانگرهاوس؟ من برات توضیح بدم. پس پزشکی نمیخوام واسط بگم، بیشتر میخوام روانی رو بگم. بیشتر میخوام بگم تو رابطه جنسی چه چیزی رو این تاثیر میذاره. این بیشترین جاییه که رابطه جنسی رو برقرار میکنه. این نعوذتو نگه میداره، اینه که دخول انجام میده ولی اجازه نمیده عضله پیسی سفت میشه و اجازه نمیده منی بیاد. نتیجه همچنان میتونی به رابطه جنسی ادامه بدی. نوازش کلامی قطعا چیزیه که باید انجام بدین. تستی که ازتون گرفتم، یه تست ازتون گرفتم، 7 جلسه 7 تا تست ازتون میگیرم، تستای مختلف. باید این تستا رو جواب بدی و ببینی چی کار داری میکنی. شروع دورمون همین هفته پنجشنبه کلاس شروع میشه. از امروز تا پنجشنبه وقت داری، سریع ثبت نام کنی. دوره ممکنه برگزار کردم انقدر مخالفت کنن دیگه نتونم برگزار کنم. ممکنه نتونم دوره رو بعد بذارم تو سایت پکیجش رو بفروشم. مثل همین لایوی که گفتم نمیتونم سیوش کنم. چقدر پیام دادین، برین کامنت ها رو بخونین، همه نوشتن نه سیو کنین. الان واقعا فکر میکنین من اینو میتونم سیو کنم بذارم همه آدما بیان بعداً ببینن؟ به هیچ وجه نمیتونم این کارو بکنم. پس لایوم سیو نمیشه، لایوم بعداً فروش نمیره. ندارین لایو همینایی که اومدین الان لایو نگاه کردین، همینا تونستن ببینن. برید برای اونای دیگه بگین. اگه احساس میکنین حرفایی که زدم به دردتون خورد، برین به اونای دیگه بگین. نتونستم تازه کامل واسهتون صحبت کنم. 1 ساعت گفته بودن میتونیم بریم، الان گفتن نه میتونی یه ذره دیگه هم حالا ادامه بدین. خلاصه اون چیزایی که تو 1 ساعت تونستم، 7 جلسه 7 تا 1 ساعت و نیم میخوام واسهتون صحبت کنم. هر جلسه هم سوالاتون رو جواب میدم، هر جلسه. پس سوالاتون رو بفرستین، میتونین وارد شین، ثبت نام کنین. وقتی ثبت نام کردین یه پرونده براتون درست میشه. shahramaislami.com وارد سایت من بشین. shahramaislami.com رو وارد بشین، برین تو
ثبت نام کنین. ثبت نام کردین یه پرونده خواهید داشت. این پرونده رو فقط شما در اختیار دارین، هیچ کس دیگه ای نمیبینه، اما منم دسترسی دارم. من چرا دسترسی داشته باشم؟ یه وقت ممکنه پرونده رو نگاه کنم یه موضوع خیلی حاد توش باشه، ممکنه یه وقت بهتون پیام بدم که اقلا این حاده رو سریع اقدام کنین. ممکن، نمیگم حتما میرم میبینم، نمیرسم که همتون رو ببینم و به همتون راهکار بدم، اما سوالاتون رو تو خود پروندهتون میذارین. سوال دارین دیگه، سوالاتون رو بذارین تو پرونده. سوالای شما رو هیچ کس نمیبینه. نمیتونم اینجا کامنت باز بذارم آدما بیان سوال بپرسن، نمیتونم، ولی تو پروندهتون کاملا خصوصی هر سوالی که دلتون میخواد میپرسین و اون سوالو بدون که اسم و فامیل بیارم و سوالای پرتکرار رو میام تو جلسات بر راهکاراشو میگم چی کارا باید بکنین. مثل یه راهکار زود انزالی که بهتون گفتم و تقریبا میتونم بگم جایی نمیتونین گیر بیارین این راهکار رو، همه میرن راههای دیگه ای رو استفاده میکنن. اینکه ذهنت تو دقیقه اول بمونه، نره دقیقه چهارم، یکی از بهترین راهکاراست برای اینکه زود انزالی رو حل کنن. خلاصش یه دوره تعریف کردم، سکس آمادگی ذهنی، برای همین ذهن رو آوردم وسط. من تخصصم مثلا ذهن دیگه. برین دورهایی که ذهن سوار برگزار کردم، اینقدر دورهای مختلف راجع به ذهن گذاشتم، شرایطش نبود راجع به سکس هم صحبت کنم، چون خودم هم تو ایران بودم، پدرمو در می آوردن. الان من ایران نیستم، یه ذره یواش یواش میتونم برم جلوتر تا ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. فعلا که این دوره رو برگزار میکنم، با اینکه پیامای ناجوری هم واسم اومده خودتونم میدونین، ولی با این حال این دوره رو برگزار میکنم. از این فرصت استفاده کنین، رابطه جنسیتون رو بهتر کنین. من سکس درس نمیدم، صمیمیت عاطفی درس میدم. اگه قراره سکس یاد بدم برای اینه که رابطتون با همسرتون بهتر بشه. من خوشبخت زندگی کردن درس میدم، سکس رو در جهت خوشبختی میبینم. پس نمیگم برین سکس یاد بگیرین تا بتونین با آدمای مختلف رابطه داشته باشین. من حتی وقتی میخوام با کی میخواین سکس کنین میگم همسرتون. من اسم پارتنر جنسی هم نمیارم، همسرتون. پس باید یاد بگیرین از سکستون استفاده کنین تا رابطه بهتری داشته باشین. کار من اینه که خوشبخت زندگی کردن درس بدم. برای اولین بار سکس رو وارد خوشبختی کردم. قطعا سکس برای خوشبخت بودن حیاتیه، لازمه، نمیتونیم نادیده بگیریم. اگه سکس رو کنار بذارین یعنی طلاق عاطفی، اما اولش طلاق جنسیه و به مرور به طلاق عاطفی میرسه و قطعا جدا میشیم. امیدوارم تو مسیر خوشبختی هر استادی که گیر میارین حرفاشو گوش کنین. اساتید زیادی هستن که دارن زحمت میکشن برای ایران تا خوشبخت زندگی کردن رو درس بدن. برین شناساییشون کنین، برین پیداشون کنین، پکیجاشون رو بگیرین، تو دورهاشون ثبت نام کنین، برید یاد بگیرید خوشبخت زندگی کنین. خوشبخت زندگی کردن به همین سادگیه، اما اصولی داره که این اصول رو باید پیاده کنین. برای خوشبختی نمیتونین هر چیزی که خودتون بلدین پیاده کنین، همونطوری که برای رابطه جنسی نمیتونین صرفاً به تجربیاتتون و اون چه که بلدین بسنده کنین، از دستش میدین. به هر حال تو دوره ثبت نام کنین. تو این دوره 7 جلسه خیلی چیزا یاد میگیرین و اقلاً 7 تا رابطه جنسی خیلی عالی خواهید داشت. الان یه سری تمرین بهتون دادم، همین امشب برین تمرین کنین، ببینین کیفیت رابطه جنسیتون بهتر شد یا نشد. اگه بهتر شد منم دعا کنین، ممنون میشم ازتون. و بعد تو اون 7 جلسه اقلاً 7 شب رابطه جنسی خیلی خوبی رو تجربه میکنین و بعد تمرینایی که بهتون میدم فعال مال یه شب نیست. همین الان بوسه‌ای که یادتون دادم، برین در یخچال باز کنین، 100 تا بوسه بستنی بلدین؟ بوسه بستنی؟ خب برین یاد بگیرین دیگه، یواش یواش پیدا کنین. بعد میبینین برای 100 شب برنامه بهتون دادم. 7 جلسه برای چند شب برنامه بهتون میدم، میرین پیاده میکنین، از رابطتون لذت میبرین، صمیمیت عاطفیتون رو بالا میبرین و خوشبخت‌تر زندگی میکنین. ممنون و متشکرم از همه شمایی که تبلیغ کردین، کسایی رو که میشناختین بهشون گفتین که بیان تو این لایو، آدمای مختلفی رو آوردین چون احساس کردین من میتونم بهشون کمک کنم خوشبخت‌تر زندگی کنن. ازتون میخوام همچنان همین کار رو انجام بدین. به کسایی که میشناسین، کسایی که این لایو رو اولین بار دیدن، کسایی که تازه فهمیدن من تو این زمینه‌ها یه کارایی بلدم، خلاصه برید به اونای دیگه بگین و بهشون بگین از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده رو بکنن.
در مسیر خوشبختی با ما باشید. خدا نگهدار.